فطری روزه در تاجیکستان به یک قیمتی معین است و در روسیه یک قیمتی معین است. ما هرچند یکی پیشتر جواب بودیم چند روز پیش، به هر حال یک بار دیگر یادداشت شود. میپرسند که ما با قیمتی که در روسیه کار میکنیم با اون قیمت فطری روزه روا میکنیم یا اینکه با قیمتی که در تاجیکستان معین شده است با اون قیمت. 100 روبل چند دلار میشه؟ روسیه 100 روبل اعلام کردن. در اروپا تقریبا در جای ما 8 یورو است. 8 یورو. 7.5 یورو است. حساب میانه را 5 دلاری حساب کنید. اگر شرایط داشته باشه. کمبغل ما بارها گفتیم که انسان خودش کمبغل است. مال و ملک درست ندارد، غذای درست ندارد. این آدم ها بگذار پول گندم یا جو را حساب کنند. 3 کیلوگرم گندم یا 3 کیلوگرم جو را حساب کنند. اونی که پولدار است پول 3 کیلوگرم مایز را حساب کند. شما میتوانید به این نرخی که مفتیات روسیه یا مفتیات دیگر کشور اعلان کرده است عمل کنید. میتوانید خودتان قیمت ترین مایز هم با چند 10 نمود 20 نمود مایز است. اگر خواهید بهترین مایز را حساب کنید. کم بغل میشوند از دادن البته مایز بهترین را خریدن. البته وقتی که ببینید صدقه را وقتی که میدهید به اختیار از زبان شخصی صدقه گیرنده دعا میبراید به اختیار. حالا گفتن که از الله تعالی بپرس با آن زبانی که الله تعالی را گناه نکردی. چه خیلی من با اون زبانی که الله تعالی را گناه نکردم دعا کنم، یعنی با زبان دیگر کس. وقتی که به دیگر کس خیر میکنه و شما رو دعا میکنه، شما با آن زبان الله تعالی را گناه نکردید. حرکت کنید خواهید که دعاتون اجابت شد با دعا با زبانی که گناه نکردید الله تعالی را. با آن زبان شما غیبت نکردید، با آن زبان دروغ نگفتید، حقارت و دشنام نکردید. با همون زبان ها الله تعالی را پرسید برای فایده خود.